در عقیده قرآن و سنت معلوماتش چی است؟ علما میگن که میفهمید که در عقیده قرآن و سنت معلوماتش چی هست. معلوماتش ذات خالق است، صفات خالق است، افعال خالق است، اسمای خالق است، عبادت خالق است. ضرب المثل های مبتذل چی حکم دارند؟ مثل میگن که اگر علما خیرات کنن، باز یک ملائکه در آسمان دول میزنه. همین ضرب المثل بسیار در افغانستان مروج است، ما از خود که میشونیم. در اینمی جمله که در افغانستان استعمال میشه که اگر ملا صاحب خیرات کنه، یک ملائکه در آسمان از دول میزنه. دایی دو بی‌ادبی است که اردوش سبب کفر میشه. دو کفر است دایی. یک کفرشی است که ملائکه‌ای که معصوم است. دول، شما کتابای فقه را بخوانید، ما در فقه خواندیم در مذاهب چارگانه، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. علما میگن که امی دول و سرنه و طبله و توله یا وسایل فسق است، خرید و فروشش حرام است. یکی تو موسیقی میزنه ورا خود میگن که خب حرام است، لکن خود وسیله موسیقی را میگن وسایل موسیقی که است وسایل فسق است. فقها میگن بناهن میگه این مثل شراب واره، خرید و فروشش حرام است. مسلمان حق نداره طبله بخره، مسلمان حق نداره جاز بخره، مسلمان حق نداره مثلا هارمونیا بخره، مسلمان حق نداره این وسایل بخره. چرا میگن این وسایل فسق است؟ خب ما گپ سر از اون موسیقی هدف ما نیست. چطور و کسی که میگه آوازخوانی میکنه و موسیقی میکنه، این در جمله فاسقا حساب میکنن. فاسق است، حکمش فاسق است، به شرطی که حلال نگوید. اگه باز حلال گفت کافر میشه. حاجت و ضرورت به عقیده از چی مهم است؟ علما چی میگن؟ میگن حاجت و ضرورت به عقیده حتی از اکسیژن برای یک انسان مهمتر است. عقیده چرا عزت زیاد دارد؟ در بعض علوم نجات دنیا هست. طب تو را طالب قبر میبرن، اما در قبر دکتر که تو کار نداره. وقتی که مردی دکتر میگن الله ببرنش در مرده خانه. انجینیر تا وقتی که زنده هستی برات بلند منزل جور میکنه، روزی که مردی بلند منزل گلمش جمع شد. ژورنالیست تا وقتی که زنده هستی که ازت مصاحبه میکنه، وقتی که مرده بودی میگمش که مرد دوستنش کن. اما عقیده سعادت دنیا و آخرت نصیب. پس در عقیده توحید سعادت دنیا و آخرت است و نجات در دنیا و آخرت است. کمونیست را چرا کمونیست میگویند؟ کمونیست چرا کمونیست میگن؟ میگه کم میشه انشاءالله و نیست میشه. این کمونیست ها زیادتر فکایی دیده میشن، ما چون کتشان زیاد در مجلس هایشان دیدیم، خصوصا در جای زیاد از در افغانستان. همی بدبخت هستن در دنیا به خاطر چی که سر الله فکایی میگن، سر پیغمبر فکایی میگن، رشخند میزنن. انما نحن مستهزئون، ما خود رشخند میزنیم. همی استهزا و مقدسات ایره کی میکنه؟ انسانی که خالق خدا نشناخته باشه. کدام قلب سالم است؟ قلبی که بیادب در مقابل خالق باشه، یا قلبی که خالق خدا بشناسه، ملائکه را بشناسه، کتابهای آسمانی را بشناسه، صحابه کرام سبحان الله بشناسه، عظمت و عزت صحابه کرام بشناسه. و وقتی که اینا را شناخت، محبت قلبی با اینا داشته باشه، باز اونو هست که قلب سلیم داره. عظمت عقیده در چیست؟ از عقیده عظمتش دهی است که قلبم از امراض کفر، نفاق،
جهالت نجات میده و در روز قیامت کسی نجات پیدا میکنه که قلب سالم داشته باشه. قلبش از چی سالم باشه؟ از مرداری ها و کثافت های کفر، از مرداری و کثافت شرک، از مرداری و کثافت و ویروس ها و میکروب های منافقت، از کثافت و میکروب ها و ویروس های احزاب شیطانی و شیطان پرستی. از یا قلبت پاک میشه، قلبت با قالبت به خالقت تسلیم میشه. خوف چیست؟ خوفی است که تو از عدالت خالق متعال در حذر باشی. اگه من مال کسی را بخورم، در روز قیامت الله به اساس عدالتش مرا محاسبه میکنه. ما که نمازهای ما قضا کردیم و اون نفر که همیشه 5 وقت نماز خوانده، آیا ما و از او سرنوشتم یکی خواد بود؟ عدالت الهی تقاضا میکنه که کسی که نمازهای خدا 5 وقت در جماعت خوانده و این کسی که جماعت نخوانده، او از این که در پیشتر در جنت بره. تو هم برو یک چند روز در پل صراط یک چند ماه تیر کن، در توقیف یک چند وقت باش. عدالت میره تقاضا میکنه. و کسی که در مقابل دشمنای اسلام می جنگه و 72 ساعت خواب نداره و تو 72 ساعت است که موسیقی میشنوی، باز تو هم امیدوار از یکی که در جنت بری او هم بره؟ نه. فضل الله المجاهدین علی القاعدین. مجاهد و کسی که در زیر ضربات دشمنای اسلام لحظه به لحظه گوشتش سیاه میگرده، استخوانش به درد میه، در جبهات است، او با یادمی که قشیشته قاید است و چکر میزنه و خنده میکنه و هنوز عدالت الله تقاضا اجرا میکنه. پس قلب مسلمان در خوف میباشه از عدالت الهی و با امید میباشه بر رحمت الهی. قوت عقیده سبب چی میگردد؟ قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. قوت عقیده سبب قوت عمل میگردد. منفعت عقیده چی است؟ اینی از منفعت عقیده که عقیده قوی داشتی، قرآن هم صحیح خوانده میتونی. عقیده ضعیف داشتی اما قرآن هم غلط تفسیر میکنی، مثل علمای بنی اسرائیل. عقیده قوی تو را از حرام نگاه میکنه. چرا رشوت میخوریم؟ عقیده ما ضعیف است. چرا سود میخوریم؟ عقیده ما ضعیف است. اگر سود نخورم، اگر رشوت نخورم، تباه میشم. اولادایم غذای خود چطور کنم؟ فهم عقیده سبب چی می شود؟ فهم عقیده سبب تقویت در تصمیم گیری ها میشه. هر تصمیمی که در زندگیت میگیری که حلال بخورم، حرام بخورم، جایز باشه، ناجایز باشه، کجا برم، چی کنم، چی نکنم، این تصمیم گیری ها کلش تعلق میگیره به عقیده. عقیدت ضعیف بود، تصمیمت ضعیف است. عقیدت قوی بود، تصمیمت قوی است. چرا امروز مردم به دینهای فاسقانه می روند؟ چرا امروز مردم کمونیست میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا دموکرات میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا شیطان پرست میشن؟ مشکل عقیده داره. چرا نصرانی میشن؟ عقیده توحید نمیفهمه. امیال دمی احزاب نشنالیستی آل فلانی قوم پرست است، پشتون قوم پرست است، تاجیک قوم پرست است، ازاری قوم پرست است، ازبک قوم پرست است، عرب قوم پرست است، عجم قوم پرست است. چرا قوم پرستی میکنیم؟ به خاطر که این اکرمکم عند الله اتقاکم معنیش نمیفهمیم. عقیده ما عقیده قرآنی نیست، از این خاطر قوم پرست هستیم. شرف علم عقیده از چی معلوم می شود؟ علما میگن که همیشه شرف علم از شرف معلوم میشه. چی معنی؟ مثلا هر علم یک معلومات داره. طب معلوماتش درباره وجود انسان است. مثلا انجینری معلوماتی که برای ما میده در قسمت ساختمانی و سیول و برق و این گپا برای ما معلومات میده. هر علم منزلتش که چقدر عالی است، رتبهش بلند است یا پایین است، اول نمره است، دوم است، سوم است، چهارم است، این کلش از چی معلوم میشه؟ شرف علم
نظر به معلوماتی که در او علم میگیریم چی معلومات میته؟ شرف از او معلوم میشه.